برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان عزیز گرامی ما. به برنامه دیدگاه خوش آمدید. شوکت محمد با شما هستم و امروز ما درباره روز از روز بیش از پیش از تاجیکستان برآمده رفتن طبیبان و آموزگاران صحبت میکنیم. متاسفانه برآمده رفتن متخصصان خصوصا طبیبان و آموزگاران نسبت به سال گذشته امسال زیاد است و نسبت از سال 2019 در سال 2020 زیاد بود و حالا باشد در سال 2021 در این 8 ماه از یک سال 2020 زیاد است. در 8 ماه سال جاری تنها در ولایت ختلان 54 طبیب ترک کار کرده به مهاجرت مهنتی رفتند. حالا که میداند آنها کوچه‌روبی کرده ایستاده باشند یا به کسب خودشان در حالت شغل هستند با کسب خودشان. ببینید این رقم 2 برابر بیشتر از کل سال 2020 است و تا آخر سال میتواند بیشتر شود. سال گذشته از تاجیکستان همگی 29 نفر طبیبان ترک کشور کرده بودند. حالا باشد 54 نفر. بیشتر این طبیبان در خارج از کشور به فعالیت کسبی خود ادامه میدهند. خدا به شکر و مردمان دیگر را طبابت میکنند. بیشتر طبیبان رو به روسیه آوردند که گفته می شود نیاز شدید روسیه به طبیبان دارد و برای طبیب به خصوص طبیبانی که تحصیلشان در زمان شوروی بوده است پیدا کردن کار خیلی آسان است. تا حال هیچ نهاد آماربرداری نکرده که از زمان رسیدن کشور به استقلالیت چقدر طبیب ترک کشور کرده و در خارج به طبابت مشغول است. اما این شمار به هزارها میرسد و اسفبارترین معلومات هم این است که حدود 80% طبیبان ورزیده و متخصص کشور را ترک کردند. طبیبی که خودش را احترام بکند، کسبش را احترام بکند، روز به روز بیش از پیش تاجیکستان را ترک کرده ایستاده است. حالا ببینید نشریه فرج با استناد به معاون سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان جورابای سیدوف می نویسد که با رفتن پزشکان به مهاجرت مهنتی در ساحه تندرستی ولایت مشکل کادری دیده می شود که عین زمان به 1044 پزشک احتیاج است. 1044 پزشک نمی رسد. در مسئله رفتن پزشکان و نارسایی کادری این مسئول دولتی میگوید که ما به عنوان رئیسان شهر و ناحیه ها و رئیس ولایت مکتوب نیز فرستاده بودیم که باید پزشکان هوسمند کرده شوند، زیرا مشکل اساسی پزشکان نداشتن منزل استقامتی زمین حولی است، یعنی زمین نزد حولگی. باید آنها با زمین منزل استقامتی موقتی تامین کرده شوند تا اینکه دل پرانه به کار خود ادامه دهند و ترک کشور نکنند. حالا باید این را هم قید کنم که چند پیش سردار ریاست معارف ولایت ختلان عالم اشورالی نیز از ترک ساحه معارف کردن آموزگاران در این ولایت اظهار تشویش کرده بود. این نفر گفته بود که تنها در چند ماه سپری شده از مؤسسه های تعلیمی ولایت ختلان 750 آموزگار ترک مکتب کرده به مهاجرت مهنتی به دیگر کشورها رفتند. حالا طبیبان که یک جای کارشان را می‌یابند، نیاز به طبیب در روسیه زیاد است و به طبیب مشکل نیست که جای کار یابد. اما این آموزگار بیچاره چیکار میکند؟
آموزگار از درگاه مقدس مکتب که در آنجا باید به شاگردانش علم معرفت بدهد، شکمش سیر نمی شود، شکم فرزندانش را سیر کرده نمی تواند، آموزگار مجبور می شود این کسب مقدس را ترک کند، به مهاجرت برود و در آنجا مجبور می شود کوچه‌روبی کند، و استاهای غشت‌زن غشت کشاند، لای کشاند، تگ پای آنها را بروبد. و حالتی که امروز در کشور است، معلم آموزگار را به همین حالت آورده رسانده است. حالا درباره ختلان گپ زدیم. متاسفانه این مشکل تنها خاص ولایت ختلان نیست، به تمام کشور دخل دارد. ما وقتی که خبر را درباره ولایت ختلان خواندیم، از چند گرد اطراف کشور، از مسئولین، از نفرانی که با ما در تماس هستند سوال کردیم. یک مسئول ریاست تندرستی ولایت سوخت به ما گفت که در ولایت سوخت وضع بدتر است که بهتر نیست. وقتی که ما گفتیم که در ولایت ختلان همین خیل بوده است، در ولایت سوخت چه خیل است حالت؟ گفت که از این بدتر است. گفت که ما هر سال ده ها متخصص ورزیده را از دست می دهیم و جای آنها را جوانان بی تجربه پر می کنند. بیشتری جوانان بنابر با پاره و رشوه تمام کردن دانشگاه دانش کافی هم ندارند. ببینید تماشابینان عزیز، ساحه تندرستی، حالا ببینید ساحه تندرستی از ساحه هایی است که در رده‌بندی هر ساله فساد یکی از جایهای نمایان را اشغال می کند. در همین حال کسب طبیبی در کشور یکی از کسب‌های سردرآمد حسابیده می شود که در نتیجه تحصیل در دانشگاه طبی طلبگاران زیادی دارد. همین طلبگار زیاد داشتن سبب شده است پرداخت رشوه برای وارد شوی به این دانشگاه به یکی از بلندترین نشان دهنده ها در دانشگاه های کشور رسد. اما چرا با این وجود هزارها طبیب ترک کشور می کنند و به خارج برای کار می روند؟ چرا؟ یک جوان با نام بهرام، ختم کرده دانشگاه طبی از ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت که بر روسیه به مردکاری رفته است، در صحبت واتساپی به ما گفت که با وجود کمبود شدید طبیبان در بیمارخانه های کشور، یافتن جای کار، انیقترش به کار قبول شدن کاری آسان نیست. دانشگاه را ختم کرده است، بر روسیه به کار رفته است. برای چی؟ برای آن که پول رشوه را کار کند. این جوان میگوید که از من برای قبول شدن به کار در بیمارخانه ناحیوی $1000 پاره طلب کردند. حالا ببینید، این میگوید که در بیمارخانه های شهری و ولایتی این نرخ از 1.5 تا $3000 است. از 1.5 تا $3000. میگوید که من بر روسیه آمدم تا پول رشوه را کار کرده به بیمارخانه قبول شوم. حالا یک طبیب دیگر، یک طبیب ورزیده که در روسیه به طبابت بیماران مشغول است، به ما گفت که مردم میگوید که کار طبیب در تاجیکستان بالای روغن است. این خیلی نیست میگوید. این طبیب به ما گفت که البته هستند کسانی که درآمد زیاد دارند. این میگوید طبیبانی را میدونم که $5,000-6,000 ماهانه درآمد میگیرند، اما آنهایی هم هستند که درآمدشان به زندگی روزمرهشان به زور میرسد. واقعا درست است. این خیلی زیاد هستند. وجدانشان نمیبردارد
از مردم طلبندگی کنند، یک داروی پاموش آمده را به بیمار داده پول این را بده گویند نمیتوند. بسیاری از طبیبان رو داریم که نمیتوند این خیل کردن، زندگیش نمیگذارد، مجبور میشود کسبش رو ترک کند، یگان کسبی پست باشد هم اشکمش سیر شود و آن مشغول شود. ببینید همین طبیبی که با ما صحبت کرد میگوید فساد در ساحه طب یک امر معمولی شده است و کسی همان را فساد نمی نامد. بله طبیب یگان خدمت را کرد، یگان سلامتی شما را برای برقرار شدنش مساعدت کرد، حتما شما از کیسه یک چیز میبرارید میدهیدش. حالا این یک به عادت مردم تبدیل شده است و کسی این را پاره دادن هم نمیداند. حالا ببینید طوری که از صحبت های ما با متخصصان ساحه طب دانسته شد، ساحه طب نیست مثل همه ساحه های دیگر در کشور ما به هیرارخی ها تقسیم شده است و درآمد طبیب هم وابسته به آن است که در کدام هیرارخی قرار دارد. این طبیبی که با ما صحبت داشت میگوید بیشتر بخش های بیمارخانه از طرف خانواده های جداگانه طبیبان از خود کرده شده است. وقتی که ما دلیل پرسیدیم و مثال آورد که مدیر بخش جراحی کوشش میکند پسرش را هم جراح کند و دامادش را هم از همون جراحان انتخاب کند، یعنی دخترش را به خیرورگ بدهد، پسرش را هم خیرورگ میکند. راه یافتن بیگانه به این بخش، یعنی به بخش خیرورگیه، به شعبه خیرورگیه بسیار مشکل می شود و اگر راه یافت درآمدش به مراتب کمتر از کی؟ از خانواده مدیر، چون که مدیر به جای او را میموند که از اونجا درآمد گرفته نمیتواند، مجبور می شود دستنگری مدیر باشد. اما همین نفری که با ما هم صحبت بود عجیبش این است که همه شکل کار را میگوید بهتر است. میگوید که اگر فساد را به نظر نگیریم از نگاه کسبی این شکل تأسیس شعبه بد نیست، یعنی اویلوی کردنی همین تأسیس شعبه مثلا گفتیم خیرورگ یا تراپیوت همین ها، یعنی اویلوی باشد هیچ کار نمیکند. میگوید طبیب و هر متخصصی دیگری هم از فرزندش هیچ دانش و تجربه را دریغ نمیدارد، می آموزاندش، همه سکرت ها را میگوید، همیشه فرزندش است، همیشه همراهش است و میتواند در مدت کوتاه از او متخصص یک بزرگ تربیه کند. از طرف دیگر فرزندش در همان محیط طبیبی تربیه یافته است و نازکی های کسب پدر را قسما میداند و قسمی باقی مانده را خیلی بزودی فرا میگیرد. اگر در تاجیکستان برای طبیبان تأسیس بیمارخانه های شخصی آسان می بود، این نمودی کار یکی از بهترین ها می بود، ولی متاسفانه همه به فساد پیچیده است و طبیبان کوشش میکنند در بیمارخانه دولتی هیرارخی سازند و از حجت بازی های بیمارخانه شخصی خود را کنار کشند. دکومنت کرده میگردی، حجت بازی کرده میگردی، در همین کارخانه دولتی، در همین بیمارخانه دولتی میتونی این کار را بکنی. اکنون شکل دیگری از خودکنی یک شعبه ساختن کمانده است. تیم چند طبیبی شعبه یک تا کمانده می سازند و درآمد شعبه را بین خود وابسته از جایگاه هر کدام تقسیم می کنند. حتی اگر در شعبه طبیب نمی رسد قبول شدن افراد نو مشکل است، زیرا کمانده عضو نو انیقترش نانخوری نو نمی خواهد. اگر هم مجبور شد قبول کند
به کمانده، این نفره که به کمانده وارد شده است مجبور است تا همین همه سکرت ها را یاد گرفتنش، مجبور است که چند سال به نان خوش قناعت کند. و گفته طبیب همصحبت ما، با این وجود کار کردن در تاجیکستان برای طبیب آسان نیست. اگر سطح میانه درآمد طبیب در تاجیکستان را به حساب گیریم، برابر ماهانه در روسیه است. بله، درآمد طبیب از چپ و راست، لوی پراوی فرق ندارد. همین خیلی با گدایی است، با طلبیدن است، با داروهای پاباش را فروختن است، فرق ندارد. همین خیلی خیلی قریب به همه معاشی که در روسیه یک طبیب کار میکند برابر است. اما فرق در چی است؟ فرق در این است که در تاجیکستان طبیب این پول را با طلبندگی، با دزدی، با چشم علا کردن به کیسه مردم به دست میبرد. در روسیه باشد با سر بلند و قدردانی از جانب دولت و اکثر وقت مردم به دست میبرد. با سر بلند 11 ماه کار میکند، 11 ماه کار میکند، 1 ماه دم میگیرد، اتپوسکنای میگیرد، برای دمگیریش هم پول میگیرد، میرود خارجه دم گرفته میباید 1 ماه. یا اینکه 6 ماه کار میکند، 15 روز دم میگیرد. همون مبلغی که اتپوسکنای میگیرد، یعنی برای استراحت میگیرد، برای یک کشور خارجه رفته دم گرفته 15 روز آمدنش بی‌ملال میرسد. در ما چی؟ استراحت کجا؟ برای نان قاق پول طبیب اگر حلال کار کنند نمیرسد. مردم در تاجیکستان، در تاجیکستان خودمان، مردم به طبیب پول میدهد، اما چی بیمارش صحت شد چی نه دشنام لعنت میکند، خوردگی از زهرت شود میگوید. همه وقتهایی شده است که به پلیس و پروکرور شکایت میبرد که پولم رو گرفت و بیمارم رو دوا نکرد، مرد، یا صحت نشد، یا این شد یا وای شد. ده ها همین خیلی شکایت های جنگ و تلاش ها رو دیدی. در این حالت چی می شود؟ طبیب مجبور می شود چند ماه پول جمع کردهش را به مفتش دهد، پروکرور دهد، پلیس دهد، سود دهد، قاق شود دیگه کیسه هایش. شاید یگان امارت کرد، ماشین خرید، او را بفروشد به مفتش بدهد، دیگه تمام. این خیلی حالت هم خیلی زیاد است. اما از طرف دیگر پول طلب کردن را به خصوص از مردمی که اکثرش حتی برای دارو خرید پول ندارد، هر کس نمیتواند. برای این خیلی بی‌وجدان بودن در کار است. حالا ببینید شرایط مردم در تاجیکستان چه خیلی است. آدمی به وجدان که در تاجیکستان طبیب است، همین حالت مردم را دیده برای پول طلب کردنش خیلی خیلی آدمی پس شدنش در کار است که تواند همین خیلی. انا برای همین هم این خیلی طبیبانی که وجدانشان کار میکند، با وجدان هستند، اولاتر میدونند که بر روسیه روند، در روسیه کار کنند. حالا ببینید ما معلوم کردیم که با صحبت با طبیبان معلوم کردیم که چند نمودی پولستانی از طبیبان وجود دارد. حالا از طبیبان از مردم پول میستانند و بعضی نفران هستند که از طبیبان پول میستانند. حالا ما درباره وجدان گپ زدیم، درباره پست رفتن صحبت کردیم. یعنی تا این قدر پست بودن لازم است که تبابت کرده از مردم پول ستانی.
بر ضمن این که تو معاشخوری دولتی هستی. اون نفره که تو تبابت کردی او اندوز سپارنده است. خدمتی تو را او پیش پرداخت کردگی است. حالا بیمار نشده به بال نیسته، یعنی به بیمارخانه نآمده، او اندوز سپارنده حق خدمتی تو را پیش پرداخت کردگی است. پیش پرداخت. امسال معاش تو را سال گذشته داده بود این اندوز سپارنده، لیکن با تو پول میطلبی. برای این خیلی پس شدن در کار. اما با این پستی که مجبور میکند؟ ببینید، باید مدیر شعبه هر ماه به سر دکتر باج سپارد. شعبه رانیماسیا، شعبه تراپیوت، شعبه خیرورگ، همش سر دکتر دارد، مدیر دارد، مدیر شعبه دارد. اینها به سر دکتر یعنی گلاورچی بیمارخانه دول میتیند، باج میتیند. و این باج مدیر شعبه از دکترها جمع میکند، از دکترانی که زیر دستش کار میکند، در همین شعبه کار میکند. سر دکتر هم مجبور است به چند طرف، سر از رئیس ناحیه، دادستان تا وزارت تندرستی باج میسپارد. دولیه. انا کنون هر ماه همین خیلی است. ماه نیست که از یگان نهاد تفتیش نبیاد و برای راضی کردن تفتیشگران از طبیبان پول جمع کرده نشود. هر ماه همین خیلی. همچنین حکومت ناحیه برای کارهای آبادانی هر ماه قسمتی از ماهانه را بازداشت میکند. ماهانه طبیب است، آموزگار است، فرق ندارد. بدتر از همه مناسبت به طبیبان از طرف حکومت مثل غلام است، مثل غلام. سر از پختچینی تا پیشواز رئیس جمهور و قرصک زنی در برآمدهایش طبیبان را با امر و بپرسیدن نظر آنها میبرند. برای این رفتیم با اتوبوس سوار شویم، پختچینی. برای این رفتیم با اتوبوس سوار شویم، قرصک زنی. برای رفتیم با اتوبوس سوار شویم کجا؟ به حکومت. اون حکومت مجلس میگذارونه جایها خالی است، باید جایها پر کرده شود. ستولها خالی هستند، طبیبان پر میکنند. بارها شده است که بنابر در معرکه پیشواز قرار داشتن طبیبان، پیشواز است، مجلس است، پختچینی است، بیمار جان داده است، طبیب نیست، کجا رفت پختچینی؟ کجا رفت مجلس حکومت؟ کجا رفت کوچه تازه کنی، نهال شنانی، درخت شنانی، گل شنانی؟ همین خیل با گلاورچه برده، یعنی سر دکتر را برده سری آنها راست کرده میموند. فلان چند کار آوردی؟ در بیمارخانه بیمار در حالت جانکنی. برای اینها فرق ندارد. ببینید از یک طرف بیچاره طبیب، ببینید در چه حالت است. از یک طرف دشنام و لعنت کنی های آشکار و پنهانی بیمارداران، از طرف دیگر این پولستانی ها و تحقیرها عصب های طبیبان را خراب میکند. همین حالت است که آنها مجبور میشوند فرار کنند از تاجیکستان. حالا اکثر آنهای هم که دانشگاه طبی را ختم میکنند، برابر به دست گرفتن دیپلمشان روی سوی خارج میگیرند، میروند مهاجرت. حالا به یک چیز دیگر اشاره کنم که در همین سالهای اخیر هجرت طبیبان روس، اوکراین به غرب، به کشورهای اروپایی زیاد شده است و در این خودی روسیه و اوکراین شمار زیاد جایهای کاری
به طبیبان پیدا شده است که اکثر آنها را طبیبان تاجیک صاحب می شوند. طبیبان تاجیکی هم که در روسیه خیلی معروف شده و به جایزه های دولتی نایل شدن کم نیستند. کمتر بیمارخانه را در روسیه پیدا میکنید که در آن طبیب تاجیکی پیدا نشود یا یگان همشیره شفقت که تاجیک است پیدا نشود. هرچند این از یک طرف خوب است چون بیشتری مهاجران کاری به طبیبان خودی مراجعت میکنند و آنها نیز طبیبان کمکشان را از هموطنان خود دریغ نمیدارند. اما ببینید تماشابینان عزیز، هموطنان گرامی، میلیون ها ساکن کشور از طبیبان ورزیده و متخصص محروم شدند در وطن. ببینید طبق معلومات وزارت تندرستی برای آماده شدن یک طبیب، یعنی برای یک متخصصی ساحه طب آماده شدنش، یعنی یک طبیب برای یک متخصصی طبیب آماده کردن حدودی $100,000 مصرف می شود. برای یک طبیب آماده شدن حدودی $100,000 مصرف می شود. فایده را کی می بیند؟ فایده بیشتر از این طبیبان را روسیه و کشورهای دیگر می بینند. فساد، رشوه در ساحه تندرستی باعث شده است تنها مبلغی از دست رفته برای تیارکنی طبیبان هر سال به $10 میلیون رسد. به $10 میلیون. مثال عادی از ولایت ختلان 54 طبیب رفته است، تاجیکستان را ترک کرده است. حالا ببینید همین 54 طبیبی که از تاجیکستان رفتند، برای اینها، برای همچون طبیب، همچون متخصصی ساحه طب آماده شدنشان $5,400,000 سرمایه کشور رفته است. انمی طبیبان $5,400,000 سرمایه کشور را با خود برده‌اند. این شمار در تمام کشور میتواند 200 نفر باشد و ضرر هم شاید $20 میلیون. این هم میلش. اما ضرری که از رفتن طبیبان ورزیده و متخصص به سلامتی ملت رسیده است به میلیاردها دلار میرسد و جبران ناپذیر است. این را که حساب میکند؟ غمی این را که میخورد؟ هیچ کس. تاجیکستان شهر بی دروازه شده است. این بود برنامه تحلیلی دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در پناه خدا باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.